اینجا شاهین شهره. من اومدم بازدید از یکی از نونوایی سنگکیه شاهین شهر. ببینید این دست اروج کن. این تصویر رو من تقدیم میکنم به وزیر جهاد، معاونینشون و کسایی که میگن آردای ما خوبه. اگر آردای ما خوبه آقای وزیر جهاد حجتی عزیزم دورت بگردم، چرا این دست این نونوای ما اینجا، اینم چهرهشو بزن نشونت بدم، چرا دستش باید اینجوری باشه؟ ضعف شدید آرد باعث شده که آسیابای کشورمون برن افزودنی بخرن. افزودنی هاشون حالا خوبه یا بده، علتش خودت برو پیگیری کن. خروجش اینه که دست این اینجوری شده. آقای وزیر اصلا پوست نمونده از بس این پوست اسیدیه. من خواهش میکنم اگر دادستان اصفهان، دادستان کل کشور باید رسیدگی کنه، هر کی باید رسیدگی کنه این کار انجام بده، بره به این وزیر جهاد بگه بابا خالی بندی نکن، اگه آردت بده نیا بگو آردم خوبه و بعد آسیاب دار مجبوره برد افزودنی بخره. حالا اون افزودنی رو بررسی که ما کردیم، بعضی از این آسیابا بزنن که مثلا اسید اسکوربیک بزنن میرن اسید تارتریک و اسید سیتریک میزنن که خیلی مخربه یا نه، گاهی اوقات تو فرایند تزریق افزودنی ها دقت نمیکنن و این اتفاقای منفی میفته و اینم خروجیش مردم باید این نونا بخورن. آقای وزیر جهاد کلاده بذار بالاتر.